مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. Some of these numbers are way ahead of schedule. But we have a situation with Iran that something's going to happen very soon. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.